برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان گرامی، شوکت محمد با شما هستم. امیدوارم همگی تن صحت و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. در برنامه امروزه دیدگاه درباره فشار و تهدیدهای مقامات تاجیکستان به محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاه تحلیلی اصلاح صحبت میکنیم. مقامات چند بار به جان محمد اقبال صدرالدین تهدید کردند، هیچ مراد حاصل نشد. این دفعه میخواهند خانه و درش را غصب کنند. محمد اقبال صدرالدین، فعال سیاسی و مدیر پایگاه تحلیلی اصلاح که سربیننده ترین بلاگر تاجیک در یوتیوب هم دانسته می شود، زیر سختترین فشار مقامات تاجیکستان قرار گرفته است. مقامات همه راه ها را که بیشترشان غیر قانونی هم هستند استفاده می کنند تا از نشر مقاله و نوارهای افشاگرانه محمد اقبال صدرالدین پیشگیری کنند. یک منبع ما 3 روز پیش خبر داد که روی خانه محمد اقبال صدرالدین واقع در شهر باختر، کوچه باباجان غفوروف 70 و خانه پدرش قلندر صدرالدین از پایه‌گذاران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس سابق شعبه ولایتی آن در ختلان واقع در کوچه مدنیت همین شهر درون پرواز می کند. درون و گروه عبارت از کارمندان پلیس و امنیت و دادستانی و مقامات اجراییه شهر باختر در اطراف خانه رفت و آدارند. زن از این گروه وارد خانه ها شده است. خود مدیر پایگاه اصلاح محمد اقبال صدرالدین نیز این خبر را تصدیق کرد و گفت آن نفری که با سپارش دادستانی وارد خانه های او و پدرش شده است مدیر مکتب رقم 6 شهر می باشد. چنانه که ما هم آگاهی داریم حدود 7-8 روز شده است که در شبکه های اجتماعی نوارهای از داخل خانه ما نشر می شوند و برای ما هم زنگ زده گفتند که در خانه بالای خانه شما همون ورتالیوتی که عکس می گیرد همون دارد پرواز می کند و ثبت می کند خانه های ما را. و یک زنی که از داخل خانه ما هم صحبت می کند اون سابق دیرکتور مکتب 6 بود، ولی فعلا نمیدونیم که اون با چی وظیفه یعنی که شغل و پیشه او چی است فعلا. و این همه را می توانیم با پیشه‌ای که دارم با آنچه که فعلا در سامانه اصلاح انجام می دهم و در اصلاح تیوی آنچه از جنایت های این جنایتکاران را به نمایش می گذارم تنها به همون رفت می دهم. قبلا در شبکه های اجتماعی ثبت نوار زن پیدا شده بود که از مقامات دعوت می کرد خانه های مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پسرش مصادره به بنگاه طبی و باغچه بچگانه تبدیل داده شود. همچنین چند نوار دیگر از طرف فرم جواب نشر شده است که در آن شهروندان عادی پیشنهاد میکنند خانه پدر و پسر مصادره شود. همین دولت آزاد تنجی و امانی 100 بار شکرانه استقلالیت میکنیم. از حکومت تاجیکستان همین رو التماس و خواهش میکنم که همین خانه به کار استوده به صاحب استوده هم ایجاش گشته سه همین خانه رو یا بنگاه طبی کنن یا که یگان باغچه بچگان کنن. قبلا هم مقامات از تهدید و فشارهای زیاده علیه این فعال سیاسی کار میگرفتند، اما ماه آخر این فشارها به مراتب بیشتر و خشونت بارتر شدند. فشار و تهدیدهای قبلی مقامات به خانواده محمد اقبال صدرالدین باعث شد که اکثر فرزندان خانواده قلندر صدرالدین ترک خاک کشور کرده در اروپا پناهنده شوند. تهدیدهای همیشگی به خود مدیر پایگاه اصلاح هیچگاه قطع نشده. به گفته خود او مقامات امنیتی تاجیکستان چند بار توانستند مکان زیست او در اروپا را پیدا کنند. در نتیجه محمد اقبال صدرالدین مجبور به عوض کردن مکان زیستش شده است. اما به نظر می رسد این دفعه مقامات تصمیم ضربه به مراتب بیشتری روانی و مالی به فعال تاجیک را گرفتند. البته مصادره اموال
شکنجه های روانی و جسمانی و دیگر فشارها بالای مخالفین نو نیست و آنچه به سر محمد اقبال صدرالدین آورده ایستاده اند پیش بینی شونده بودند. اما اینجا چند حالت هست که از قابل توجهی مخصوص می باشد. قبلا افشاگری های پایگاه اصلاح بیشتر اطراف دو گروه منصبداران سطح میانه و خانواده رئیس جمهور دور میزد. حالا این فاشکاری ها به سطح وزیران قدرتی برآمده است. دو مقاله اخیری پایگاه پرده از روی جنایت های زیاد دو وزیر قدرتمند، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و دادستان کل کشور یوسف رحمان بود. محض بعد نشر این مقاله ها فشار و تهدید و شکنجه روانی علیه مدیر و محرر پایگاه اصلاح به مراتب بیشتر می شود. تهدید مصادره اموال حالا به حرکات در این سمت تبدیل شده اند. اول پیشنهاد مدیر مکتب درباره مصادره خانه محمد اقبال و پدرش و چند روز پس به خانه ها رفتنی نمایندگان مقامات آن زن را وارد خانه ها کردنی آنها. به نظر می رسد هنوز این عملکرد مقامات شروعی مصادره نبوده، تنها بالا بردن سطح تهدید است. نفری که به ما این خبر را رسانید قبلا هیچ تماس با ما نداشت. از طرز و اصول گفتارش پی برده می شد که این کار را با سپارش نفر دیگری انجام می دهد. ما این را پی بردیم. البته امکان دارد این نفر واقعا یکی از مخلصان پیام و برنامه دیدگاه باشد که خواسته است خبری مهم را به ما رساند. خود محمد اقبال صدرالدین هم میگوید چنین خبری به او نیز رسیده است. می شود تخمین زد که مقامات انیقترش سیمومین یتیموف و یوسف رحمان آخرین آگاهی به مدیری پایگاه اصلاح میفرستند که دست از ما بردار. متاسفانه تهدید و فشارها با همین تمام نمی شوند و این تهدید مصادره بزرگترین تهدید نیست که مقامات می کنند. خود محمد اقبال صدرالدین می گوید او به هیچ وجه به خاطر از دست ندادن خانه یا هر مال دیگری دنیا از مبارزه اش علیه ظلم دست نخواهد برداشت. هرگیز من دست بردار از آنچه که دارم انجام میدهم و از گفتن سخن حق هرگیز من دست بردار نیستم و آنچه که من میگویم تهمتی نکردم، دروغی نگفتم. آنچه که شما انجام دادید آنها را برای مردم تقدیم کردم. اگر شما میخواهید بگویید که نه چنین نیست، پس مرحمت میتوانید با من زنگ زنید و آنچه که من نسبت شما نشر نمودم آن را تکذیب کنید، ولی نه اینکه با زوری و فشار رفته با خانه ما و کارهای انجام بدید که اینا به بخش کودکانه تبدیل میدیم، اینا به بنگاه طبی تبدیل میدیم. و هرگز من از این کاری که انجام میدهم دست بردار نیستم و ان الله تا آن روزی که ظلم شما، فشار شما بالای این مردم است، ان الله که من با این عملکردها و با این پیشه‌ای که دارم ان الله آن را انجام میدهم. و فراموش نباید کنید که چنانه که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت نمودند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد صهیب رومی که وقتی هجرت نبودنش تمام آنچه داشت از دست داد و گفت چی سود کرد و یا گویا ربح تجارت ابا یحیی یا بیع ابا یحیی، یعنی که تجارت و بیع ابو یحیی با فایده بود، یعنی نفع کرد. تمام آنچه داد در این راه داد تا اینکه به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسد، تا اینکه از مکه خارج شود. و ان الله ما همه آنچه که از دست دادیم برای ما اصلا هیچ ارزشی ندارند، چون که هدف ما آزادی ملت از این بنبست و از این ظلم و ستمی که آنها قرار دارند. ان الله تا آن روزی که نفس میکشیم در این راه مبارزه های حق طلبانه خودمان را از راه قانونیت ادامه خواهیم داد. اما
تهدیدهای ناجوانمردانه و غیر انسانی نیز از جانب نمایندگان مقامات امنیتی و دادستانی صدا داده‌اند. آنها به دو خواهر محمد اقبال نیز فشار می‌آورند تا نزد دستگاه ثبت علیه او حرف زنند. یک خواهر دیگری او پس از فشارهای زیاد مقامات گرفتار بیماری شده و حالا در بیمارخانه تبابت می‌گیرد. سیمومین یتیموف در مقاله‌هایش که قبل از تعیینات اخیری کادری خیلی افزایش یافته بودند، به پیشوایش آنقدر تملق میزد و او را نجات دهنده ملت میخواند که گویی حاضر است جانش را در حمایه از پیشوایش نثار سازد. یوسف رحمان هم در تملق و چاپلوسی نزد نجات دهنده سیاره از یتیموف کمی ندارد. اما هر دوی این مقامدار پرقدرت در حمایه خود و اسرار خود به مراتب حساستر از حمایه پیشوایشان بودند. وقتی که ما و همچنین همین خودی پایگاه اصلاح اسرار پیشوایشان را افشا میکرد و پیشوایشان انتقاد میشد، این دو تنها با تهدید اتفاق میکردند. اما همین که نوبت به خودشان رسید خیلی احساسی شدند و دست به عمل شدند. حالا اگر آخرین تهدیدشان کار نداد، با گمان غالب دست به مصادره اموال مدیری پایگاه اصلاح و پدری خدا رحمتیش خواهند زد. این دو در مصادره اموال و از خودکنی دارایی‌های دیگران تجربه باید دارند. چنانه که قبلا ما در این باره گفته بودیم، یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان هنوز از اولین سالهای استقلال دست به غصب اموال مردم زده بود. یوسف رحمان سال 1992 خانه روزنامه‌نگار معروف زاده تاجیکستان الیک پانفیلوف را غصب کرده و سپس فروخته بود. سیمومین یتیموف هم در این کار از دادستان کل کمی ندارد. خود پایگاه اصلاح ده‌ها جنایت اقتصادی او را به استثنای هزارها جنایت نقض حقوق بشر در تاجیکستان افشا کرده است. فشارها با محمد اقبال صدرالدین تمام نمی شوند. بیشتری خانواده های فعالان تحت فشارهای همیشگی روانی و جسمانی قرار دارند. حوادث چند روزی آخر نشان می دهند که برخی از فعالان به این فشارها تاب نآورده از موقع خود عقب نشینی می کنند. درباره این تغییرات در عملکردهای فعالان سیاسی در چند روز آخر امکان بیشتر شدن شمار آنهایی که زیر فشارهای شدید مقامات می توانند تغییر موقع کنند و همچنین پیامدهای احتمالی تشدید فشارها ما در یکی از برنامه‌های علاهیده حرف خواهیم زد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه